سعی کن چیزی به دل نگیری. اگر چیزی از کسی دریافت میکنی که تو رو میرنجونه، به دل نگیر. هر چیزی که آدما در مورد شما فکر میکنن یا میگن، این بازتاب درون خودشونه. من معتقدم که چشم حق بین به جز از حق نتواند دیدن، باطلا در نظر مردم باطل بین است. چشم حق بین به جز از حق نتواند دیدن، باطلا در نظر مردم باطل بین است. ها مردم هم دیگه، بعضی از مردم تا تو زنده ای هر نسبتی رو بهت میده، هر حرفی رو میزنن، تا زمانی که زنده ای زنده کشت میکنن. وقتی هم که مردی در نهایت شکوه و عظمت و جلال و جبروت جنازه تو رو تشییع میکنن. وقتی که میگه در حیرتم از مرام این مردم پست، این طایفه زنده کش مرده پرست، تا هست به ذلت بکشندش به جفا، تا مرد به عزت ببرندش سر دست. بعضی از مردم اینطوره، تا زمانی که زنده ای زنده کشت میکنه، وقتی هم که مردی در نهایت و عزت و عظمت و شکوه و جلال جنازت رو تشییع میکنن. این رسم روزگاره.